نبرد قادسیه در 16-19 نوامبر سال 636 میلادی میان سپاه مسلمانان تحت فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و لشکر امپریای ساسانی به فرماندهی رستم فرخزاد رخ داد. امپرای ساسانی سال 224 به دست اردشیر بابکان تشکیل شد. چون که از دیگه مسئله بقای ما هست، مسئله بقای ساسانی هست. یعنی قادسیه این میتون گفت که جنگ دو جهان بینی، جنگ دو ایدئولوژی، جنگ دو اعتقاد، جنگ دو نظامی سیاسی، یعنی که جنگ دو فرهنگ بود. فرهنگ جوان اسلامی، ایدئولوژی جوان اسلامی و فرهنگ چه قدیمه و فرهنگ رو به تنزل نهاده ایستاده ساسانی. مهمترین برتری نظامی ایرانیان در نبرد قادسیه فیلهای جنگی بود. سلمان نه تنها یک مثلا ترجمان عادی بود و علاوه بر آن که ترجمه میکرد بعضی نازکی‌های فرهنگی دو طرف رو به هم معرفی میکرد تا اینکه بین دو طرفی گفت و شنود کننده سوء تفاهم و یعنی که بدفهمی نشد.